قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. یکی از آدابهای طالب العلم در طلب علم این حضور درس‌های علما هست، حاضر شدن به درس‌های علما و نشستن به درس‌های علما هست. زیرا نشستن به درس‌های علما خیلی فایده‌های عظیم و بزرگی دارد. نشستن به درس‌های علما خیلی فواید خیلی عظیم و بزرگ است، زیرا اونها دعوت میکنن به سوی الله عز و جل و به سوی علم و مردم را باز می‌دارن از جهل. برای تو اگر سوال باشد از علما سوال میکنی. الله عز و جل امر کردن که از اهل ذکر، یعنی از اهل علم شما سوال بکنید اگر که شما نمیدانید. به هر حال نشستن در دروس علما و با علما همش چیز خیر است. البته اون علمای اهل سنت و الجماعت باشن، علمای متبع قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشن و علمای دور از تعصب باشن. و اما عالمی که اگر متعصب باشد، وقتی که انسان او را شیخ میگیرد، طالب علم را متعصب میکند به مثل استادش. بله، حضور دروس العلماء، المرء بحاجة إلى القرب من العلماء الانتفاع بعلمهم وسؤالهم عما يشكل من المسائل. یک شخص نیازمند است به نزدیک شدن به علما به خاطر منفعت گرفتن از علم اونها، به خاطر فایده گرفتن از علم اونها و سوال کردن از آنچه که اشکال پیش اومدگی از مسائل، از مسئله ها. شخص احتیاج به اهل علم و علما دارد. قال سبحانه و تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. الله عز و جل امر میکند شما سوال بکنید اهل ذکر را، یعنی اهل علم را. ان کنتم لا تعلمون، اگر که شما نمیدونید. اگر که شما نمیدونید پس شما سوال بکنید. یک فایده خیلی عظیم و بزرگ در این آیت این است که الله عز و جل امر میکند سوال کردن را از اهل علم. پس انسان نباید که از جاهل و از جهلا، یکی از کسانی که ناقص در علم هستند، از اونها سوال بکند، بلکه از اهل علمی حقیقی و واقعی که پیرو قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم هستند، از اونها سوال بکند. و دیگر فایده این است که وقتی که نمیداند سوال بکند. وقتی که نمیداند سوال بکند، نه اینکه هر سوالی در ذهنش بیاید او سوال را کردن بگیرد. چون بعضی از طلاب علم این گونه هستند که هر چیزی که در همین فکر و خیالشون میآید سوال میکنند و این خطا و اشتباه است. خطا و اشتباه از چند جهت است. اینکه اولا وقت دیگر را ضایع میکند و هم وقت شیخ را ضایع میکند، وقت استادش را ضایع میکند، و دیگر اینکه هیچ منفعت و فایده از این سوال نمیگیرند. از این خاطر حسن سوال کردن از دلالت با عقل بدن یک شخص است. از زیبا سوال کردن، چیزی که منفعت ناک است و فایده مردم است سوال کردن، این از دلالت بر عاقل بدن یک شخص میکند. چون که جبریل وقتی که آمدن سوال کردن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، تو انسان سوال را میدوند، اما به خاطر اینکه دیگران و متوجه بشوند و بفهمند هیچ اشکالی نداره، هیچ مشکلی نیست. مثل که جبریل آمدن سوال کردن از اسلام چیست، از ایمان چیست، احسان چیست و از علامت های قیامت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اینها را جواب دادن و چقدر از صحابه نشسته بودن در این مجلس و از این منفعت بردن، استفاده کردن. پس الله عز و جل میگه فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. متاسفانه امروز در بعضی از مجالس میشنی کسانی هستند که در اوج از اهل علم هستند، شخصانی هستند که سوال میدهند و باز خودشان جواب میدهند. سوال میدهد باز جواب همون خودش میدهد و باز نظرت را میپرسد. این بی‌ادبی است. یا اینکه ببینید که هر با هم نشستن چگونه که بخواهند در مورد امر دین گپ میزنند و هیچ ادبی نیست که از همین جا اهل علم نشسته است از او سوال بکنه. و این
مشكل نزاس الله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله: العلماء بالله وأمره هم حياة الوجود وروحه. ابن القيم رحمه الله عالمایی که به الله عز وجل هستن، عالمایی که عالم به الله عز وجل، يعني بتوحيد الله عز وجل وأمر ونهي الله عز وجل هستن، هم حياة الوجود وروح، اونها حیات امین وجودا و روحی همین وجودا، ولا یستغنى عنهم طرفة عین. اندازه یک میجه زدن هیچ احد به نیاز نیست از اونها، هیچ احد به نیاز نمیشود از همین علما. به اندازه یک میجه زدن هیچ کسی به نیاز نمی باشد از اهل علم و علما. دوما: من قرب من العلماء انتفع بعلمهم وسمتهم وصلاحهم وتواضعهم. دوما: من قرب من العلماء انتفع بعلمهم وسمتهم. هر کسی که اگر به علما نزدیک بشود، از علم اون، از اخلاق اون، و صلاحهم، از صلاحیت اون، و تواضعهم، از تواضع اون، منفعت میگیرد، فایده میگیرد. فقد من الله عليهم بفضائل كثيرة. و تحقیق الله عز وجل برای علما فضیلت های خیلی زیادی را منت نمودگی، احسان نمودگی است. قال الآجری رحمه الله: العلماء في كل حال لهم فضل عظیم. آجری رحمه الله میفرماید که عالم ها در تمام حالت برایشان فضیلت های خیلی عظیم و بزرگ است. فی خروجهم لطلب العلم و فی مجالسه لهم فيه فضل. و در مجلس اونها را برایشان فضل است. و فی مذاکره بعضهم لبعض لهم فيه فضل. و در مذاکره بعضی از عالم با بعضی دیگرش هم یک فضیلتی است که وقتی که یک دو عالم با هم میشینن با دیگر صحبت میکنن، وقتی که مردم را گوش میکنن، در حقیقت که در مذاکره بعضی از اهل علم با بعضی دیگر هم چی است؟ فضل است. به خاطری که اونها از علم صحبت میکنن، از چیزی امور دنیا صحبت نمیکنن، بلکه از علم صحبت میکنن. بازم در این هم چی است؟ فضل است. و فی من تعلموا منه العلم فيه فضل. از اونها علم را تعلم میگیرد، در این هم چی است؟ فضل است. و من علموه، تعلیم میدهند علم را، چی است؟ فضیلت. فقد جمع الله علماء من جهات كثيرة. مثلا که الله عز وجل با از جهت‌های بسیاری، از جهت‌های زیاده، الله عز وجل به تحقیق خیر را جمع کرده است. الله عز وجل جمع نموده است برای علما خیر را از جهت‌های زیاده. نفعنا الله و ایاهم بالعلم. الله عز وجل ما و شما اونها را نفع بدهد به علم. سوما: من دنا من العلماء صالحة منهم. کسی که با علما نزدیک میکند و با علما نزدیک است، خالی نیست از دعوت صالح از اونها. یعنی حتما برای این نفر نفع و فایده میرساند و دعوت صالح براش میرسد. قال ابن برهان الدين ابن جماعة: لازمته زيادة على 3 سنين ووصلت عليه بالإجازة شيئا كثيرا. بل ابن حجر از شیخش برهان الدين ابن جماعة سؤال میکند، نقل میکند. ابن حجر از شیخش برهان ابن جماعة نقل میکنه که لازمته زیادة على 3 سنين. من میگه همین شیخ را لازم گرفتم بیشتر از 3 سال. و وصلت اجازه شیئا کثیرا. و رسیدم به همین لازم گرفتن به اجازت های بسیاری از چیزها، یعنی بسیاری از کتاب ها را دیگه اجازت چه برای تدریس کردن و او را تعلیم دادن من از او گرفتم. و انتفعت برای، و من نفع گرفتم به برکتش، یعنی به برکت علمش من نفع و فایده گرفتم. و دعائه لی کثیرا، و همچنین به دعاش برای من زیاد. پس ببین که هم نفع و فایده گرفت به هم برکت علمش و هم به دعایی که برای همین شاگردش میکرده، از اینو میگن نفع و فایده گرفتن. چهارم: مجالس العلماء من خیر المجالس. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: من اراد ان نظر الى مجالس الانبیاء فلينظر الى مجالس العلماء. مجلس علما بهترین مجلس است. مجلس علما این بهترین از مجلس ها است. مجلس علما از مجلسی که در اوج تجارت صحبت میشود، دنیا صحبت میشود، یا که دیگر از امورهای دنیا صحبت میشود، مجلس علما بهتر از همه مجالس است. بهتر از همه مجالس. چون که سهل ابن عبدالله التستری رحمه الله میفرماید که من اراد ان نظر الى مجالس الانبیاء، هر کسی که اگر میخواهد که به مجلس انبیا نظر بکند، به جلسه این پیامبران نظر بکند، فلینظر الى مجالس العلماء، پس این نفر نظر بکند به مجلس از علما. تو میخوای که مجلس پیامبران را نظر بکنی، مجلس پیامبران را ببینی، پس نظر کن به مجلس اهل علم و علما. چرا؟ چون العلماء ورثه الانبیاء، چون علما وارثان
پیامبران اون وقتی که منیشنن ایرسی همو پیامبرا را چیکار میکنن؟ تقسیم میکنن، نشر میکنن و او دعوت میکنن. پنجم، و فی مجالستهم فوائد عدیده، در مجلس همه علما، در نشستن در جلسه علما فایده های گوناگون. قال ابن قیم رحمه الله وقيل مجالسة العارف تدعوك من 6 إلى 60. ابن قیم رحمه الله فرماد که گفتش دیگه است که مجلس عارف هم کسی است که الله عز وجل عبادت میکند با علم، الله عز وجل را عبادت میکند با علم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را اتباع میکند با علم. میگه مجلس همین گونه انسان ها تدعوک من 6 إلى 60، ترى دعوت میکند از 6 چیز به سوی 6 چیز. من الشک الى اليقین، از شک به سوی یقین ترى دعوت میکند. اگر شک داری در یک امورهای دین، یک شبهه برای تو وارد شدگی است، ترى از همین شبهه و از همین شک به سوی یقین دعوت میکند. و من الرياء الى الاخلاص، و از ریا به سوی اخلاص را دعوت میکند. و من الغفلة الى الذکر، و از غفلت به سوی ذکر و سوی بیداری ترى دعوت میکند، از غفلت به سوی ذکر. و من الرغبة في الدنيا الى الرغبة في الاخره، و از رغبت شدن به سوی دنیا و تمایل پیدا کردن به سوی دنیا الى الرغبة في الاخره، ترى به سوی رغبت به سوی آخرت ترى دعوت میکند. و من الكبر الى التواضع، و از کبر ترى به سوی تواضع دعوت میکند. و من سوء الطویة الى النصیحة، و از نیتی بد به سوی نیتی صالح و خالص و درست ترى دعوت میکند. پس این یکی از فواید نشستن در جلسه از اهل علم و علما است. ششم، كان طلاب العلم يحرصون على حضور دروس العلماء ويكثرون منها. قال ابن عطار عن النووي رحمه الله وذكر لي الشيخ يعني النووي قدس الله روحه قال كنت أقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا. طلاب علم همیشه طلاب علم حریص هستند به حاضر شدن به دروس از اهل علم و علما و همین حضور دروس از علما را چکار میکنند؟ زیاد میکنند. ابن عطار از نووی نقل میکند که و ذکر لی الشیخ، یعنی نووی از نووی ذکر میکند به ابن عطار شاگردش است، میگه قال كنت اقرا كل يوم 12 درس، من میگه در یک روز 12 درس میگه نزد مشایخ میخواندم، نزد از اهل علم، با همراه شرح و با همراه تصحیح کردن. درسین فی الوسیط و درسا فی المهذب، میگه دو درس در وسیط میخواندم که در فقه شافعی است و درسا فی المهذب و درس مهذب بنشستم در این در فقه شافعی است و درسا فی جمع بین الصحیحین و درس دیگر در درسی که جمع بین صحیحین درس بده در اون نشستم و درسا فی صحیح مسلم و درس دیگر در صحیح مسلم و درسا فی اللمع و درسا فی اللمع لابن جنی فی النحو و یک درس در درسی کتاب لمع که از ابن جنی است در علم النحو است و درسا فی اصلاح المنطق لابن سکیت فی اللغه و یک درس در اصلاح منطق که از ابن سکیت است در علم اللغات است، میگه در این نشستم. و درسا فی التصریف و یک درس در تصریف و صرف و درسا فی اصول الفقه تارة فی اللمع لابن اسحاق و تارة فی المنتخب لفخر الدین الرازی و یک درس در اصول الفقه و درس در اصول الفقه بعضی وقتا در لمع که از ابن اسحاق است و بعضی حالتا در منتخب که از فخر الدین الرازی است. در این درس ها من نشستم. البته اینجا بیان چی است؟ این بیان این است که همین کتابا را برید بخونید، چون در بعضی از این کتابا اشکالات است. هدف بیان کردن این است که در نزد دروس از علما و اهل علم حاضر میشیدن، استفاده میکردن و کسی که اگر براش استطاعت هست میتونه که در چند تا فن را بگیرد و در او حضور پیدا بکند و از او استفاده بکند. مثلا یک شیخ بعد از نماز فجر درس دارد، یک ساعت یا نیم ساعت یا یک نیم ساعت در او درس می‌نشیند و یک فن دیگری که بعد از نماز ظهر است، یک فن دیگری که بعد از نماز عصر است در او می‌نشیند و استفاده میکند. این برمیگردد به همون توانایی همون طالب علم، به فهمش و به استطاعتش، به قدرتش، به تواناییش. اما کسی که اگر نمیتواند، این براش بهترین است که اول یک فن را خوب لازم بگیرد و او را از خود بکند، از صفر و از همون خوردی همون علم تا او را از خود کردن تا قوی شدن و بعدا مثلا که استطاعت پیدا کرد بعدا تعدد بکند در فنها. بله. و درسا فی اسماء الرجال و درسا فی اصول الدین و یک درس در اسماء الرجال و درس دیگر در اصول الدین. میگه من
حاضر میشدم و میخواندم و كنت اعلق جميع ما يتعلق بها و باز من تعلیق میزدم و تمام آنچه که متعلق به این مسائل بدم من شرح مشکل و وضوح عبارت و ضبط لغت. تعلیق من یک از شرح مشکل، یکی یک عبارتی که واضح نیست و یکی ضبط لغت، یعنی که قاعده لغت در چی میگه و اصل لغت چی است و اصول این لغت چی است، در این رابطه میگه تعلیق میزدم. یعنی همراه هم درس میخواندم، هم در این حضور مجالس از اهل علم منشستم و هم باز تمام آنچه که من حاضر میشدم اونها را تعلیق میزدم. تعلیق میگه همین برای که اگر یک مشکلی باشد او را شرحش میدادم و عبارتش اگر واضح هم باشد واضحش میکردم. اگر ضبط لغت یعنی قاعده لغت در چی است او را تعلیق میزدم و ذکر میکردم و بیان میکردم. کان طلاب العلم یلازمون العلماء. هفتم این است که طلاب علم لازم میگرفتن علما را، یعنی اهل علم و علما را لازم میگرفتن با خودشون. لازم به این معنا که همراهشان منشستن و یک ماه دو ماه یک سال دو سال نه، بلکه اونها را سالهای طولانی لازم بگرفتن تا اینکه علم را به دست بیاورن. تمامی از اهل علمی که میبینیم امروز خدمت میکنن و یا اینکه در گذشته هم خدمت کردن، یکی از اسبابش این است که اونها استاد خود را لازم گرفتن، سالهای طولانی لازم گرفتن تا اینکه گشتن از اهل علم و بعدا سفر کردن به نزد اهل علم دیگر. و هم ابتدا یک اهل علم را یک شیخ را لازم میگرفتن و این چیز مهمی است، چون کسانی هستند که از اینجا قدر میگیرد، از اونجا میگیرد، از اونجا میگیرد و این فایده زیاد به دست نمی آورد. اولا انسان یک شیخ را برای خودش لازم بگیرد و علم را اندازه به دست بیاورد و بعدا در درس بعدی میخونیم که انسان باید که کثرت استاد داشته باشد. یکی از فایده های کثرت استاد این تعصب نکردن است و وسعت فکر است و وسعت صدر می شود. و اما کسی که مثلا تعدد استاد ندارد یعنی اکثرا چی است متعصب است، متعصب می شود، فقط میگه که همین است و همین منهج است و همین راه است و خلاص دیگه بقیه همه نادرستن. دیگه همین خاطر یکی از اسباب تعصبیت همین است که مردم درس می‌خواندن فقط نزد یک شخص می‌گرفتن. مشکل همین است که یکی از سبب‌های تعصبیت همین بود که یکی از سبب‌هایی که مردم متعصب میشدن همین است که از خردسالیشان مثلا یک نفر را به خود لازم می‌گرفتن و نزد هیچ درس‌های از علمای دیگر بعد از اینکه علم اندازه به دست گرفتن و در علم داخلی شدن وارد شدن فن‌های مختلفی را اسود کردن دیگر خارج نمی‌شدن و برای طلب علم، برای نشستن در حضور درس‌های علمای دیگر و این سبب میشه که تعصبیت به وجود می آمد. از این خاطر اولا این است که انسان یک شیخ را و اهل علم را لازم بگیرد، سالهای طولانی و علم را از خود بکند و بعدا وقتی که علم را از خود کرد و فایده را گرفت و در جاده علم دیگر داخل شد در فن‌های مختلف اندازه متوجه شد و بعدا خارج بشود و از دیگر از علما استفاده بکند. در درس بعدی می‌خونیم که چقدر از اهل علم شیخ‌های زیاد داشتن، حتی 500 تا 1000 تا، یعنی که بر استاد و مشایخ داشتن. بله. كان طلاب العلم يلازمون العلماء ويصحبونهم السنوات الطوال. طلاب علم علما را لازم می‌گرفتند و سالهای طولانی اونها را همراهی می‌کردند. قال ابن حجر رحمه الله لازمت شيخنا أي الحافظ العراقي 10 سنين. ابن حجر میگه من شیخم را یعنی حافظ عراقی را 10 سال میگه من لازم گرفت. تخلف اثناءها رحلات الى الشام و غیرها. میگه در هنگام همین لازم گرفتن برای من میگه چه شدک میسر شد برای من رحلت کردن به طرف شام و غیر دیگر از این. قرأت عليه كثيرا من المسانید والاجزاء. برای من خواندم میگه نزد همین بسیاری از مصنفها را و بسیاری از اجزا را میگه نزدش خواندم و بحثت عليه شرحه على منظومته. یعنی من شرح دادم بر منظومش، بر منظومه‌ای که داشته، شرح التبصره و التذکره، همین را میگه من شرح دادم، این شرحی کتابی استادش را و غیر از این. بله. كان السلف يسعون للانتفاع من العلماء بكل سبيل. سلف صالح تلاش میکردن برای منفعت گرفتن به نزد از علما با تمامی اون راههایی که بده. كان السلف يسعون للانتفاع من العلماء بكل سبيل. سلف صالح چیکار میکردن؟ تلاش میکردن برای منفعت گرفتن از علما با تمام اون راههایی که به دست می آوردن میرفتن و تلاش میکردن برای منفعت گرفتن از اهل علم و علما و یصبرون على ذلك و به همین صبر میکردن. قال ذهبی و یصبرون على ذلك و به همین صبر میکردن
یعنی برای نفع گرفتن از اهل علم و علما، برای نشستن در حضور درس اونها سفرها میکردن و میرفتن او را لازم میگرفتن و به همین صبر میکردن تا اینکه به یک درجه میرسیدن. قال الذهبي رحمه الله: قرأت على محمود ابن محمد ابن محمود ابن عبد المنعم ابن مراتبي الصالحي الخرائطي الأصم بأقوى صوتي في أذنه 3 أحاديث. میگه من ذهبی میگه که من بر محمود ابن محمد ابن محمود میگه من قرائت میکردم بر گوشش سنگین بده، خوب نمیشنیدک، با آواز بلند در گوشش میگه سه حدیثی میگه میخواندم و از او تعلیم میگرفتم و برای ما شرح میدادم. اذا تعذر حضور دروس العلماء، وقتی که برایت اگر مشکل پیش بیاید، ناچار بمونی از حاضر شدن درس از علما، اذا تعذر حضور دروس العلماء، زمانی که بنابر یک عذر نتوانستی در حضور دروس از اهل علم و علما بنشینی و از اونها استفاده بکنی، فاستمع الى دروسهم المنقولة عبر البث المباشر او المسجله. پس میگه گوش بکن به دروس از اهل علم و دروس از اهل علم و علما. پس میگه گوش بکن به درس های از اهل علم که از اونها نقل میشود و در این پخش های مستقیم ببینید که درس میشود، یا اینکه درس هایی که تسجیل شده هستند، صوتیاتی که ضبط شده هستند، پس از اونها استفاده بکن. وقتی که اگر نمیتونی سفر بکنی و نزد از اهل علم، استطاعت نداری، شرایط نداری که نزد هر اهل علم بنشینی جلسه او بشینی از او استفاده بکنی، وقتی که این استطاعت نداری، پس از دروس اونهایی که در این تحصیل شده هستند میتونی که از اونها استفاده بکنی، که امروز خیلی یک نعمت خیلی عظیم و بزرگ است، نعمت خیلی عظیم و بزرگ است که از همینجا یک انسان، یک طالب علم نمیتواند که سفر بکند با نشستن با دروس از اهل علم و علما، اما میتواند که از صوتیات اونها، از درس هایی که ضبط شده هستند میتونه که از اونها استفاده بکنه، خصوصا همون درس هایی که مربوط کتاب های مشهور هستند و که انسان که یک کتاب دارای 10 درس یا که 20 درس یا که 100 درس یا که 200 درس است، میشیند و برای خود 2 درسی یا درسی لازم میگیرد و گوش میکند. اسلوبی همون اهل علم و طریقه درس همون علم اهل علم را و فایده هایی که در ذکر میشود استفاده کنید، گرچه که مباشرتا درس چیزی دیگر است. مثلا الان شما همین درسی که پخش مستقیم از شما گوش کرده شده این چیزی دیگر است از اینکه که درس وقتی که ضبط میشود بعدا او را گوش میکنید. و همچنین باز کلا که در همون درس حاضر شدن باز این چیزی دیگر است از اینکه که شما در پخش مستقیم گوش. هر یک از اینها برای خودش فایده ها دارد. پس باید یک طالب علم برای خودش اهل علم را لازم بگیرد، دروس از اهل علم را لازم بگیرد و سوالی که دارد از اهل علم بپرسد. امروز متاسفانه سخت‌ترین سوال ها را جاهل ها جواب میدهند. سببش این است که اهل علم، سببش این است که از اهل علم ترک کردیم، از اهل علم نمیپرسیم. در حقیقت این یک بیماری خیلی خطیر است و بیماری خیلی سخت است که امروز به اکثر مردم عوام آمدگی است که سوال میکنند از اهل علم و از اهل علم هیچ قدر و منزلت ندارد، فقط به یک کلمه ای فلانی مشکلات دارد، ای فلانی مشکلات دارد، تمام قضیه دیگه در او هیچ خیر نیست، دیگه هیچ خیر از او استفاده نمیکند، فقط دنبال میشود دنبال یک کسی که 4 کلمه را یاد گرفتگی است از هم میگردد و این قدر از اهل علم محروم میشود. فایده هایی که اونها ذکر میکنند یا اینکه و علمی که او دارد دیگه از اون هیچ سوال نمیشه. این در حقیقت همون نشانه علامت قیامت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که زمان میاد که مردم افراد و اشخاص را برای خود پیشوا میگیرند در حالی که اونها از اهل علم نیستند، برای خودشون اونها را امام و پیشوا میگیرند، اونها خودشون گمراهند و هم دیگرها را گمراه میکنند، اونها خودشون که گمراه هستند باز دیگرها را گمراه میکنند. پس درس های از اهل علم را باید که لازم بگیریم، درس های از اهل علم را باید که لازم بگیریم و از او استفاده بکنیم، زیرا در حضور در درس از اهل علم و علما این چیز است، این فایده های خیلی زیادی هست و همچنین لازم گرفتن شیخ و استاد فایده خیلی بزرگی دارد که انسان اولا باید که یک شیخ را برای خودش لازم بگیرد و از اونها از او استفاده بکند و بعدن که در علم وارد شده و بعدن که به یک جای رسیده بعدن حتما باید که مسافرت داشته باشد، حتما باید که سفر به نزد بقیه از اهل علم و علما باید که برای طلب علم داشته باشد. بدون شک کثرت استاد و کثرت شیخ فایده‌اش همین است که برای انسان تعصبیت نمیآید و انسان مفکورش وسیع میشود و علمش باز زیادتر میگردد، چون که همه علم در نزد یک عالم در نزد یک شیخ نیست، بلکه این علم خیلی وسیع است، این علم خیلی وسیع است که در اهل علم و علما منتشر شده است. پس باید که انسان اولا لازم بگیره و بعدا سفر بکند و رحلت داشته باشد برای
طلب علم که در درس بعدی انشاءالله که در این رابطه بیان می شود که سلف صالح برای خودشان شیوخ زیاد داشتن، البته اما اهل علم کی شیخی که متبع قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و آله و از علمای اهل سنت هستند، این اعظم باشه، نه اینکه شیوخم زیاد بشود و استادهم زیاد بشوند گفته اهل بدعت را با خود لازم میگیره، اینطور نه، بلکه همون علمایی که متبع قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.